برای ختونم دعا کنه. با خدا قسم مرد را میدونم که 60 سالش است. میگه نه حضوری جان ما دیدم دنبلا با خدا قسم. این پادیا بیوای جکا که بدبخت همین زندگی را در نظرم شوم کرده است. من در زندان معلومش از زندگی کردم هستم. همین گوی پیرم دلش کنجوره میکشه. این زنی سولی هر زنی هست که آرزوی همه پادشاهای عالم است. آرزوی تمام ثروتمندان است. آرزوی پیر جوان است. دعا کنه. سعی کنه وقتی زن انتخاب کنه. همین کریتریه که الان داملو عبدالرؤوف از زبان شیرین پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیان کرد. فاصفر بذات دین، صاحب دیانت انتخاب کرد. میخوای پشیمون نشی، میخوای روسیا نشی، میخوای دیوس نشی، میخوای که ردی معرکه نشی، صاحب دیانت انتخاب کرد که به خدا قسم تاریخ شاهد و گواه است. هر کسی زن فقط برای حسن جمال یا فقط برای نام و نسب پدر یا فقط برای مال و ثروت دنیا انتخاب کرد، در همین دنیا شرمنده شد. همین دنیا در شرمنده شد. هر قدر وظیفه و منصب داشته باشه، اگر به شرطی که دختر دیانت نداشته باشه، ترس خدا نداشته باشه، محبت نداشته باشه، به خدا قسم کارمو هیچیه. هیچی. دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن زنی بد خدا یا پناه. زنی نیکخواه بسیار نعمتی بزرگه، نیک خدا یا ای زنی بد پناه بده. به زندان قاضی گرفتار به که در خانه دیدم به ابرو گیره. از همه قاش قوق زن تحمل کردن در خانه را در زندان قاضی محکمت کنن سبکتر میگفتن. که پای رفتم به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. ایامی کفش تنگ در پای ریش بگردی به خدا قسم بهتره. یا وقتا استودیم بدیم دورهای سویتی، یک بچه همکورس ما در همی سون کار میکرد. توفلی فینسکی اومده است. توفلی های فینسکی. اگه یک تا چهرس قطعی یافت داد ما خانه آباد یک رزمه میدان بود است. با پیشی پا تنگ. هم یک رزمه میدان هم باشه، اگر پیشش کشود باشه یا بلا میکنه که همی پیشش تنگ باشه آدمی پهن پا بسیار مشکل ایده. دلم نمیشه بفروشم باشه. دوره سویتی در هر بچی پت پریلفت دارد. و توفلی فینسکی یک حادثه عجیب. همون را میپوشم اگه همی جزیره میریم. او وقت همی جزیره یک راه داشت. این همی مست کیلومتری مرواری میروه که 1 کیلومتر زیادتر پیاده میرفت. من به خدا دنیا در نظرم شوم شد. در همون اودیتوریا در اومدم ای پام کشیدم تا همون آخری درس 6 ساعته که خوندم پایلی چشتگی. ایوسو اومدم که نشید دیدم نمیشه. کشیدم ای پام پایلیش کستم اومدم خونه و فروختمش. تو حاضر همون درد علم و رنج در دل مونده است. ای همه کفشی تنگ میگه پایلیش بگردی بهتره. همین بلای خونه را و جنجال و دعوای خونه را یک عمر در سفر بگردی بهتر و خوبتر است. سفر عید باشد بدان کت خدای که بانوی زیشتش اومد در سر. همین آدمایی که دایم سفر میکنن کو میگره زنای خونه. گاه در خیتوریا نمیدونم، گاه در مالزیا گاه با یقین بدونه که چی دردی داره، چی پرابلمی داره. همین مشقت سفر اگر چنده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه السفر قطعه من العذاب و فی روایت قطعه من سقر. سفر یک گوشه از عذاب است، یک گوشه از سقر است. برای همین آدمی را که در خانه‌اش همین زنی جکاب داره به خدا قسم همون سفر بهتر و خوبتر. سعادت نماند در آن خاندان که بانگ خروس آید از مکیان. خاندانی که مکیان دعوای خروجی میکنه والله هیچ وقت اونجا سعادت نماند. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را قصه میکنه که در اون زمان جهانگردی در فلسطین بدون میگه که صلیبدارا هجوم کردن. خیر من میگه مردی مسلمان خستم خطیشو جنگ کردم، در جنگ اسیر رفتم. حضرت میبرن در بازار بیت المقدس، در بازار غلام فروشی سودا دادن. همین شیخ سعدی را. این همین شیخ سعدی نوزنی. یک تاجر کلان عرب میبینه حضرت هم میشناسه، این آدم مشهور بود. میاد سودا میکنه با 10 دینار میخرش، با 10 تنگه طلا. میاره خونش او عزتش میکنه، سر پاش میکنه، میگه یا شیخ تو آزادی، این هم تو آزاد کرد. من میگه بسیار میندارم، خدمت کردی. گفت یک خواهشت دارم، اگه التماس هم خواهشی مرا در زمین نرسید. این مرحله. گفت من این فرزند دنیا یک دخترک دارم، چی میشود که هم دختر ما بگیری؟
میخوام که نوسان رنگی توری بگیم با عقل و با فراست و خدا ترس و با دیانت به دنیا بیایم. آخی من هیچی ندارم، همون خود در بازار غلامی خریدیم آزادی کردیم. این زن مهر طلب داره، ای کجا میتونه میزنه؟ میگه یک خلطه 100 دینار را در پیشش مون 100 تنگه طلا. ببینم مهری دختر. یک خلیه آمده است. این مردک در حقش خنیکی کرده است. دختر هم تنودیده گرفت. میگه آخه این شیخ سعدی معلم نصیحت های تو این روزا نصیحتاش هم میتونیم دیلام و او میگیره ایمانام و او بخیره. همه بیچاره یک دهنک یک نصیحت میکرد زنک همه کورا این خیل میکردی بهتر بود. بیوی شتاق میگرده میگه حق پیرخر تا هوای نیستی که پدری من با 10 دینار تو ای بزرگ خرید تو با گم میزنی. همه قیشکر با وجود همه قدر تحملی که حضرت داشت یک روز توقع نکرد گفت بله من همون بیچاره هستم که پدری تو با 10 دینار خریده با 100 دینار در تو کثافت سگ فروخته. شنیدم گوسپند را بزرگ رهانید از دهان چنگ گرگ شبانگه کارد بر حلقش بمالید روان گوسپند از وی بنالید که از چنگال گرگم در ربودی چه دیدم عاقبت خود گرگ بودی. بین تو و گرگ چی فرقه یوغی ای تو هم صلیب دارای نصرانی خوب نبودن بخنم ایجا کیده. پس انشالله خدا برکت بتایی حاجی منصوری ما را که الحمدلله این نیم صفقه ملو را مسته خطی همین ملو ششتی ملو میشه جای ششتی که سخن خدا و پیغمبر میگن بخواهی نخواهی انشالله در وجودت میدروه. من یقین دارم که این حدیث مخبره و انشالله برای شیربچه‌هاش دخترای صالحه دخترای خدا ترس دخترای صاحب دیانت انتخاب کرده است. دعا میکنه که خداوند توسط این عروسا به این خاندان نور و صفا و رحمت نازل کنه. خدایا به ذات خداوندی و اوصاف به مثل مانندی به لبیک حجاج بیت الحرام و مدفون یثرب علیه السلام. پروردگارا به حق پیامبر محبوب محمد صلی الله علیه و سلم که تاکید میکرد که تنکح المرء لاربع زن به خاطر 4 چیز نکاح میکنند و ما را نصیحت کرد فاصفر بذات دین تریبت یداک صاحب دیانت انتخاب که شرمنده و روسیان میشه دستت به خاک آلوده میشه. پروردگارا به حق همون پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم و این خاندان دخترای صالحه و نجیبه وارد ساز از دامون شهریار و اهلیار پروردگارا فرزندای صالح صالحه عالم و عالمه محب و محبه به دنیا بیار و پروردگارا تویهای نکاحی را که طبق سنت دستور حبیب محمد صلی الله علیه و سلم برگزار میگردد مثل این همین محفل خیر ما خداوند سبب ریشه‌کن شدن فسق و فساد حرام و زنا در جامعه قرار دهد سبب زیاد شدن فرزندای حلال زاده و جامعه اساس گردد. خداوند کدام مهمانا را به این محفل مبارک گرداد دیگر برای